میلاد شروع کن. تصویر عالی، کیفیت صدا عالی، تو بحث از بین رفته. لطفا با شروع کن و بازم اگر قطع ببخشید شد واقعا. دیگه نه بابا بگو کسای الان دیگه اصلا بعد وقت این چیزا نیست میلاد. خب من متاسفانه حرفای شما رو اگه جایی به بعد دیگه نشنیدم، قطع شد کلا، مثلا اینترنت رخت بربست کلا به کل. و خب من حقیقتا نمیدونم چه چیزایی گفتم و چه میلاد چیزهایی جان نگفتم. مونتا عذرخواهی میکنم. میلاد جان ببخشید. فرض کن الان از اول شروع کردیم، صحبت منم اصلا کاری نداشته باش. شما کل بحثات رو لطفا از اول شروع کن، چون واقعا به دلیل کیفیت پایین صدا ما اصلا موفق نشدیم بشیم. من الان میکروفونمو قطع میکنم و گوش میکنم. مرسی متشکرم. خب من یک مقدمه گفتم که از اون صرف نظر میکنیم به این امید که شنیده شده باشه یا اگر نشده مهم نیست. منتها از اونجایی که مشکل اینترنت هستش و میتونه خیلی سریع دوباره قطع بشه، من نتیجتا مستقیما بدون اینکه اصلا بخوام وارد روایت تاریخی بشم و این که نمیدونم مصدق از کجا پیدا شده چی شده اینا رو رها کنیم و بیایم بر روی خود مسئله کودتا به طور مشخص و یک سری شبهات یا ادله‌ای که در حقیقت مخالفان مصدق یا مدافعان کودتا ذکر میکنند که در واقع که پایه های استدلالی اونها رو تشکیل میدن. آیتم با آیتم میریم جلو، حالا در واقع ببینیم چی میشه. یک ادعایی که در حقیقت به شکلی عجیب مطرح میشه از جانب اشخاصی که بعضا حالا استاد دانشگاه هستن، خودشون رو استاد برخی از علوم انسانی و اینا میدونن و اخیراً هم به واسطه بنا به دلایل مشخص توسط صدا و سیما پروموت شدن، کاملا برجسته شدن، معروف شدن. میگن که مشروطه در واقع تمام دستاوردهای جنبش مشروطه توسط مصدق برباد رفته. نکته جالب توجه حالا در سطح جدلی و پولمیک و اینا اینه که این دوستان به 16 سال تعطیلی مشروطه در دوران رضا شاه هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن به در حقیقت از حیز انتفاع ساقط شدن مجلس به تبدیل شدن نهاد قانونگذاری به یک شیء تزیینی اشاره‌ای نمی‌کنن و چنین اتهامی رو به مصدق میزنن. ببینیم که در واقع پایه‌های این استدلال مصدق، این در واقع استدلال مصدق ستیزانه چیه؟ در وهله اول میگن آقا مصدق بحث با در حقیقت ارائه لایحه اختیارات فوق‌العاده قصد داشت که اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی مشروطه و حالا متمم خاطر نیست کدومش به رسمیت شناخته شده بود رو اون رو از بین ببره و به سمت نوعی در حقیقت اقتدارگرایی حرکت میکرد. خب قبل از اینکه بخوایم قضاوت کنیم چنین چیزی رو بیایم ببینیم آیا اصلا این لایحه اختیارات ویژه مصدق که در تاریخ 35,331 مورد تصویب مجلس شورای ملی هم واقع شد چی بوده؟ قبلش فقط این نکته رو من اشاره کنم که این قانون بعد از 30 تیره که تصویب میشه لازم به اشاره است، یعنی موضوع میاره پشت سر خودش، لازم به اشاره است که 30 تیر مصدق در واقع 5 روز قبل از 30 تیر در 25 تیر مصدق استعفا میکنه بنا به دلایل گوناگون از جمله توطئه های دربار. اینجا الان وقت نیست، من واقعا دلم نمیخواست اینطور بحث رو ارائه بدم ولی چاره نیست دیگه به خاطر وضعیت اینترنت. ببخشید میلاد جان چرا وقت نیست؟ فردا که روز تعطیله. این دوباره قطع میشه. این فاز نمیشه، خیلی خرابه. مطمئن باش نمیشه. روزای مستقندی نمیشه. لطفاً مبسوط بگو هر جاش که نشد آخرش اینه که ویدیو مستقل ضبط می‌کنیم
و ادامه میدیم میذارینش تو بقیه چیزا. شما لطفاً به کامل ترین شکل ممکن بحث رو ارائه بده. فردا هم تعطیل من نوعی که تا صبح نه بیدارم. اونا که خب اوکی. لطفاً اصلا خلاصه نکن. ببخشید. بسیار خوب. عرض شود که در در حقیقت عرض میکردم که لایحه اختیارات ویژه مصدق 9 تا بند داشت، در واقع 9 تا محور داشت که نکته جالب توجه اینه که هیچ کدوم از این محورها در راستای افزایش قدرت نخست وزیری که در واقع خودش متصدی اون بود نبود. بند اول این لایحه مربوط به اصلاح قانون انتخابات شهرداری ها و مجلس شورای ملی و بعدتر سنا هم بهش اضافه میشه، مربوط به اون بوده. یکی از اصلاحاتی که در همون دوره اشخاصی مثل آیت الله بروجردی و دارودسته کاشانی با اون مخالفت میکنن به بهانه های شرعی و این داستان ها، بحث حق رأی زنان بود. مصدق قصد داشت که حق رأی زنان رو تبدیل به قانون کنه. در چه سالی؟ 1331 و طی لایحه اختیارات ویژه. اما همان کسانی که بعدتر و 1 سال بعدش جزء سازمان دهندگان کودتا شدن در عمل مانع از این شدن. هرچند این رو هم باید گفت که مسئله حق رأی زنان اولویت اول مصدق نبود متاسفانه. اما در واقع نکته بعدی اصلاح ارتش بود. طی این که اصلاح ارتش رو بعضیا من دیدم میگن که مصدق قصد داشت ارتش رو در کنترل بگیره. خب ما این رو میدونیم که مصدق وقتی که از شاه درخواست میکنه که وزارت جنگ رو، هنوز اسمش وزارت جنگ بوده، وزارت دفاعی در کار نبود، وزارت جنگ رو در واقع اختیار و کنترلش رو به دولت، به قوه مجریه، به نخست وزیری بده، شاه از این امر استنکاف میکنه. برخلاف قانون اساسی، برخلاف نص صریح قانون اساسی، وزارت جنگ سنتاً در کنترل شاه بود. مصدق میخواست این رو زیر کنترل نهاد دولت بیاره که از اون طریق در واقع زیر یا تحت نظارت نهاد مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور هم باشه. شاه خب مخالفت میکنه. مصدق در اعتراض به این ماجرا و در اعتراض به توطئه‌هایی که شاه میکرد یا جانب دربار میشد، به طور مشخص شورش بختیاری ها در حوالی ایزه هفتگل که منجر به کشته شدن چند ده سرباز ارتشی شد، مصدق در اعتراض به این هاست که در واقع استعفا میکنه بی سر و صدا و اون دولت 5 روزه قوام میاد فی‌الواقع روی کار. در پرانتز اینو هم اشاره کنیم، لابد میدونید همه که در اون دوره همسر محمد رضا شاه پهلوی یا در حقیقت ملکه ایران ثریا اسفندیاری بوده و ثریا اسفندیاری از در واقع دختر یکی از خوانین بزرگ بختیاری بود و بدین ترتیب بختیاری ها با دربار ارتباط سببی هم داشتند. علیه حال بحث تصفیه ارتش رو عرض می کردم. ارتشی که کماکان در سطح در حقیقت سران و امرای ارتش خیلی هاشون بازمانده دوره رضا شاه بودن. اینکه ارتش رضا شاهی چه مختصاتی داشت اینجا جاش نیست، اما اینطور بگم مختصات خوبی نبود. اینا کسانی بودن که مردم رو در جاده کشی، در مزارعی که رضا شاه در واقع مصادره کرده بود به بیگاری میکشوندن و بسیار فاسد بودن به لحاظ مالی. علیه حال برای اینکه مصدق سوء ظن شاه رو و مخالفینش رو بر نینگیزونه، میاد و یک هیئت 3 نفره‌ای از امرای دیگر ارتش به انتخاب خود شاه
اونها رو میگذاره که اونها کار تسویه ارتش رو، کار بازنشسته کردن در حقیقت اون امرای فاسد ارتشی رو به پیش ببرن. نکته جالب اینجاست که همون کسانی که از ارتش باز نشسته شدند بعدتر رفتند و در حقیقت تشکیلاتی درست کردن به نام کانون بازنشستگان ارتش، به نام سازمان ذوالفقار، به نام حزب آریا، که همه اینها در کنار دیگر تشکل‌های مدافع نهاد سلطنت، اینطور بگیم، که در اون دوره بودن، اینها همه از سازمان دهندگان کودتای 28 مرداد بودند و همچنین از سازمان دهندگان سوء قصد به جان مصدق در 9 اسفند. همین ماجرا رو در واقع در دادگستری و در بین قضات رو به نحوی مشابه داریم. نمیخوام وارد جزئیات بشم و یکی از جالبترین در حقیقت وجوه این اختیارات ویژه مصدق بحث در حقیقت ایجاد شوراهای محلی روستایی بوده. خب ما در حقیقت میدونیم که اصلاحات ارضی در اون زمان در ایران هنوز انجام نشده بود و بزرگ مالکانی داشتیم که هر کدوم مالک چندین پارچه، نمیدونم، آبادی و روستا و قصبه و چه بودند و رعایایی که یا زارعانی که بر روی اون کار میکردن با یک نسبت مشخصی سهم بردن. حالا این منطقه به منطقه میتونست متفاوت باشه یا هرچی. مصدق میاد سهم اینها رو 25% افزایش میده، سهم زارعان رو، سهم دهقانان رو 25% افزایش میده. در حقیقت سهمی که مالکان باید ازشون در واقع به اون ملاکین تعلق بگیره رو 25% کاهش میده، اگر حالا عددش رو اشتباه نکرده باشم. نکته جالب اینجاست که از این در واقع مبلغی که از مالکان میگیره 1 ریال، با اینکه ایران زیر شدیدترین تحریم‌های نفتی بوده، در همون دوره‌ای که نفتکش رزماری، نفتکش ایتالیایی میاد در خلیج فارس نفت پالایش شده در پالایشگاه رو بارگیری میکنه و ناوچه‌های انگلیسی اونو غرقش میکنن، بهش شلیک میکنن. نفتکش دیگر ایران در همون دوره توقیف میشه که در دادگاهی در توکیو پیروز میشه. همین اتفاق در ونیز هم میفته. از این چیزا بوده، اون دوره زیاد بوده. با همه این اوصاف، با همه این وضعیت، مصدقی که اینقدر به لحاظ مالی نیازمند بوده که میاد اوراق قرضه رو عرضه میکنه که بتونه در حقیقت از وضعیت، از بار فشار مالی بر روی دولت خودش کم کنه، اون مبلغی که از ملاکان اخذ میکنه اونها رو 1 ریال به صندوق دولت واریز نمیکنه، نه تحت عنوان مالیات، نه هیچ چیزی. بخشی از اون میشه سهم روستاییان، سهم زارعان، کسایی که بر روی زمین کار میکردن، و بخشی از اون میرسه به شوراهای تعاونی که در روستاها به طور مردمی در حقیقت مصدق بیاد ایجاد میکنه. اون شوراها نهادهای دولتی نبودند، تحت کنترل بوروکراسی دولتی نبودند، بلکه شوراهای خودگردانی بودند که به منظور اصلاحات اجتماعی، کشیدن راه، نمیدونم بهداشت، فلان، خانه بهداشت، ساخت مدرسه و امثالهم فعالیت میکردن. بخشی از اون پول رو میده به اینها. اون لایحه اختیارات ویژه‌ای که در حقیقت درباره مصدق میگن اینه. خب اما آیا یک سوال در یک گفتار حقوقی، آیا در واقع ارائه لایحه اختیارات از جانب مصدق به مجلس شورای ملی به معنای توکیل در وکالت به اصطلاح حقوقی، یعنی اینکه آقا اون در حقیقت نماینده مجلس از جانب ملت وکیل در قانونگذاری. خب منطق حقوقی، اصول حقوقی به ما میگه که اون وکیل اجازه توکیل نداره، نمیتونه کس دیگری رو وکیل خودش کنه. این استدلال
درستیه به لحاظ اسلوب حقوقی. منتها یک نکته رو باید در نظر گرفت، اینکه مصدق اختیار قانونگذاری رو برای خودش اخذ در واقع نکرده، بلکه بنابر متن لایحه که در سایت در واقع مرکز اسناد مجلس موجوده، یه سرچ کنید گوگل کنید میاد، مصدق این اجازه رو میگیره از مجلس که به مدت 6 ماه این در واقع مقررات رو اجرا کنه و پس از اون برای تبدیل شدن اونها به قانون باید اون رو در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان و پس از اون تایید مجلس سنا و اون رویه قانونی که بوده بگذرونه. این چیزی که در خیلی از گفتارها گفته در واقع نمیشه. آقای غنی‌نژاد، آقای دکتر غنی‌نژاد میگن که مصدق میخواسته قوای تقنینی کشور رو از بین ببره و اختیار قانونگذاری رو در کنترل خودش بگیره. خب واضحه که چنین نیست. به متن ماده رجوع کنید، به متن لایحه رجوع کنید، چیزی که من یقین دارم ایشون میدونه. منتها خب نکته بعدی که در حقیقت ایشون مطرح میکنن بحث لجاجت، نه فقط از جانب ایشون، از جانب کسان دیگه، حتی کسایی که به یه معنا مصدقی هستن یا به لحاظ آرمان‌های سیاسی به دکتر مصدق نزدیکن. بحث لجاجت در نپذیرفتن پیشنهادهایی که از طرفای غربی میومده، از طرفای امریکایی و بریتانیایی. خب ما سند داریم. آقای توانچه توی اون بخشایی که من از صحبتاشون رو موفق شدم بشنوم اشاره کردن که انبوهی از اسناد رو اینها نابود کردن. این حرف درسته. منتها انبوه دیگه اسناد هستن که نابود نشدن. ما سند داریم که خانم آن لمپتون، برای کسایی که در حوزه مطالعات تاریخ ایران علاقه‌مند هستن یا توی این حوزه فعالیت میکنن، شخص شناخته شده ایه، انسان دانشمندیه. منتها بخشی از سرویس جاسوسی بریتانیا بود خانم آن لمپتون. ایشون سند هست که تنها 6 هفته بعد از در حقیقت انتخاب مصدق به نخست وزیری گزارشی به دولت مطبوع خودش، یعنی دولت انگلستان یا بریتانیا میده که میگه ما باید مصدق رو سرنگون کنیم و تنها کسی که میتونه مسئله نفت رو برای ما حل کنه و در واقع اجازه نده که ایران تبدیل به یک بحران بشه سید ضیاء، یکی از بدنامترین سیاستمداران تاریخ معاصر ایران. ما در اسناد به وفور داریم که حتی بحث کودتا از همون سال 1330 نه از جانب طرفای غربی، نکته کلیدی ماجرا اینجا در فهم اون در واقع تصویر کلانی که من سعی دارم خدمتتون ارائه کنم، نه از جانب طرفای غربی، از جانب طرفای ایرانی. اینجا مایلم برای اینکه در واقع اطاله کلام صورت نگیره به یک کتاب ارجاع بدم، کتابی که در بازار هست و به گمان من بهترین کتابی است که تا به حال درباره کودتای 28 مرداد نوشته شده. کتاب پشت پرده کودتا نوشته علی رهنما، ایشون استاد دانشگاه هستن در سوربن پاریس، نشر نی اینو در حقیقت منتشر کرده. تمام بر پایه اسناد هستن. اونجا ببینید که چطور پیشنهاد کودتا رو نخستین بار از جانب سید ضیاء و از جانب شاه مملکت به طرفای انگلیسی و بعدتر امریکایی داده میشه. پادشاه ایران در حالی که کشور در یک بحران نفتی که از دهه 20 از 1323 از ماجرای نفت شمال شروع شده، در پارت قبلی صحبت ها من عرض کردم، حالا نمیدونم چقدرش قابل شنیدن بود یا نه به لحاظ تکنیکی و فنی، از 29 مهر 1326 ایران ملی کردن نفت رو در عمل در دستور کار خودش میذاره.
مصدق در اون دوره نخست وزیر نیست که، در اون دوره نماینده مجلسه. این تبدیل به یک آرمان ملی شده بوده که نه در کنترل مصدق بوده و نه در کنترل هیچ کس. در چنین وضعیتی که ایران به خاطر این ماجرا تحت فشاره، در شرایطی که از همون ابتدای کار دولت مصدق در واقع دولت بریتانیا داره تهدید نظامی میکنه ایران رو، ناوچه‌هاش رو جلوی آبادان میفرسته، در خلیج فارس اینا مدام مانور میدن، نیروهای چتباز و نیروهای هوایی و اینهاش رو در حقیقت عراق به پایگاه‌های نزدیک مرز ایران منتقل میکنه. اینا همه اسنادش هست. همه در چنین شرایطی در ایالات متحده که در واقع رئیس جمهور دموکرات روی کار بوده، ترومن، بنا بوده وامی به ایران پرداخت بشه. شاه به شاه ایران، به سفیر امریکا میگه که شما باید از پرداخت این وام به دولت مصدق خودداری کنید. در ابتدای دولت مصدقه، هنوز نه بحث نمیدونم رفراندومی هست، نه بحث لایحه اختیارات ویژه هست، هیچ چیزی نیست، شروع ماجراست. تازه از این اسناد فراوانه که چطور از روز اول اینها قصد داشتن چیز کنن. در واقع هیچ پیشنهاد واقعی به دولت مصدق هرگز نرسید. یک پیشنهاد از جانب ترومن داده شد که اونم از جانب دین ایکسون در واقع وزیر امور خارجه‌شون داده شد که در حقیقت اون هم آنتونی ایدن وزیر خارجه وقت بریتانیا اینو ردش میکنه. بریتانیا هرگز حاضر نبود اصل ملی شدن نفت رو قبول کنه. حتی در اواخر ماجرا، میدونم به لحاظ تایملاین یه خورده دارم پراکنده گویی میکنم، ولی برای فکر میکنم اینطور شاید بهتر باشه، حتی مصدق حاضر شد که غرامت 800 میلیون دلاری رو به شرکت نفت پرداخت کنه. این که میگن مصدق حاضر به پرداخت قرارداد نبود، این دروغه. این که میگن آقا یک شرکتی اومده در یک جایی سرمایه گذاری کرده و بعد دولت میخواد اونو مصادره کنه، این جعل واقعیته، این دروغ محضه. ما با پایان عصر استعمار مواجهیم. نمیدونم که آقای تاوانچه توی بحثاشون اینو اشاره کردن یا نه، متاسفانه من نشنیدم. منتها اشاره‌وار میگم ما با پایان عصر استعمار مواجهیم، با عصری مواجه هستیم که جهان شبیه جهان امروزی ما نیست. ما با وضعیتی مواجهیم که هندوستان تازه به استقلال رسیده، برمه تازه به استقلال رسیده، نمیدونم ویتنام، کامبوج همینطور، در قاره افریقا همینطور. شما ببینید 28 مرداد به تاریخ میلادی در سال 1953 رخ میده. جنگ سوئز که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و اسرائیل به مصر حمله میکنن در 1956 رخ میده. چرا این اتفاق میفته؟ چون که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد. ما با عصر پایان استعمار مواجهیم، یک نظم جهانی کهن که در برابر فرو ریختن داره مقاومت میکنه. و اما نقش ایالات متحده به در واقع عنوان ابرقدرت تازه نفس جهان که سر از جنگ جهانی دوم برآورده، اینجا میدونید نقش ثابتی نداره. در همین ماجرای مصدق تا پایان دوره ترومن ایالات متحده در عمل با اینکه از جانب سفارت و مأمورین مستقرش در ایران این تمایل واضحاً بنابر اسناد دیده میشه که خواستار سرنگونی دولت مصدق هستن، اما وزارت
خارجه و رئیس جمهور وقت ایالات متحده این رو مدام رد میکنن. منتها با در واقع عوض شدن دولت و اومدن آیزنهاور و که خب دولت جمهوری خواه بوده، سیاست و روش ایالات متحده هم تغییر میکنه. از بحث اصلی یه خورده شاید دور شدم، عذرخواهی میکنم. نکته دیگه ای که در حقیقت این دوستان میگن بحث غرب ستیزی و پوپولیسم مصدق هست. همین چند لحظه پیش خدمتتون عرض کردم که ما در پایان عصر استعمار قرار داریم. ستیز یا که مقابله با بریتانیا، مقابله با سلطه بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس که بنابر سندی که دولت ایران در دادگاه لاهه، دیوان بین‌المللی کیفری، به اون دادگاه به عنوان سند ارائه میده، یعنی دیگه این تبلیغات، روزنامه، نمیدونم این قصه ها نبوده، سند بوده، میده اونجا. در طول تا سال 1950 تا سال 1950 این شرکت از محل نفت ایران 1 میلیارد لیره درآمد داشته، اما سهمی که به ایران پرداخت کرده کمتر از 100 میلیون لیره بوده. آیا اسم این غرب ستیزیه؟ این شبیه چیزیه که ما الان در ایران باهاش در واقع مواجه هستیم؟ به نظر شما؟ از نظر من بسیار واضحه که نه، بسیار بسیار واضحه. بحث عوام فریبی رو مطرح میکنن همین آقای قدیرنژاد. میلاد جان ببخشید، عذرخواهی میکنم، یه چیز نکته رو میتونم بگم، شرمندم. یه دو تا سوال ازت دارم و حالا اونا رو سر وقتش میذارم، ولی راجع به همین نکته‌ای که گفتی غرب ستیزی، خب این که پیگیری منافع رو بیای رد بکنی، پیگیری منافع ملی یک کشور رو و بر روش مهر آمریکا ستیزی یا غرب ستیزی بگذاری و بندازی گردن. ببین تو به عنوان یک دانشجوی تاریخ، تو به عنوان کسی که خیلی تسلط بیشتر بسیار از این مواردی که گفتی من داشتم یادداشت می‌کردم و من واقعا خودم نمیدونستم، این نکته خیلی برام مهمه. ببین میلاد، درسته یا نه، قبولش داری یا نه، به نظر من این کسانی که حالا این چند سال افتادن و میگن که کودتا 28 مرداد کودتا نبود و غیره و غیره، اینها جوره ندارن که تو سیاست داده فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز اشتباهه، بنابراین مجبورم بلاگردان درست بکنن. بلاگردان چیه؟ قدیما معلم و سرخونه‌ها که نمیتونستن بچه خانو بزنن، نمیتونستن بچه شاه رو بزنن، یه بدبخت بیچاره رو، نوکرزاده رو میآوردن، اگر بچه شاه مثلا یه گنگکاری میکرد اون بدبخت رو میگرفتن میزدن، به این میگفتن بلاگردان. خب الان هم مصدق شده بلاگردان اینا به جای اینکه بیان جمهور بگن که تو سیاست ایزایی به اشتباه، اومدن همه رو انداختن گردن مصدق. چرا؟ چون مصدق که مرده فشتدن بشم راحت، جمهوری اسلامی خودش به مصدق مشکل داره. خب و بنابراین به جای اینکه بیان جمهوری اسلامی رو نقد بکنن به خاطر آمریکا ستیزیش، خب میان همه رو میذارن گردن مصدق و شروع کردن مصدق رو زدن. من نمیدونم این چقدر میتونه درست باشه از نظر تو کارشناس این قضیه. لطف دارین. من که یک دانشجو ساده‌ای هستم، هیچ ادعای فراتر ندارم. حالا در پایان هم عرض خواهم کرد که اصلا من اینجا چرا هستم، چون این همه اساتید ما بحثای خیلی بهتر ارائه میکنن. ببین صدای من هستش آقای عابد توانچه؟ صدات هست. مرسی. من تصویر رو قطع کردم که کیفیت صداتو بره بالا. بله مرسی متشکرم. ببینید عملیات نظامی که عرض کردم، طرح نظامی که دولت انگلستان داشت اسمش بود در واقع دزدی، ترجمهش کنیم چیزی زدن، یه خورده در حقیقت چیزه مضحکه از دید من. نکته بعدی بحث اینو میخواستم عرض کنم قبل از نکاتی که
گفتن بحث عوام‌فریبی که شده در واقع ورد زبان یک عده‌ای که مصدق عوام‌فریب بود. این البته که کارداران و سفرای به ویژه بریتانیا و ایالات متحده دادن از این اتهامات یا از این حرفا به مصدق، یا دقیق‌تر بگیم از این فحاشی علیه مصدق به وفور توش دیده میشه. مقشی نامیدن، نمیدونم عوام‌فریب نامیدن، پیرمرد دیوانه اونو نامیدن و امثال هم. منتها بر روی یک نکته من اینجا میخوام دست بذارم در نفی این ادعا. وقتی مصدق استعفا میده در سال 31 و شاه هم استعفاشو قبول میکنه و قوام سلطنه یا احمد قوام رو نخست وزیری انتخاب میکنه، خب میدونیم که کاشانی فراخوان میده، مظفر بقایی حزب زحمتکشان فراخوان میده، حزب توده تا لحظات آخر سکوت میکنه، اونم حالا به حزب توده به طور مشخص خواهم رسید. اما مصدق کجاست؟ در روز 30 تیر که قیام 30 تیر شکل میگیره مصدق کجاست؟ مصدق هیچ جا نیست. پاسخ اینه مصدق سکوت کرده و نه فراخوانی میده نه در جای ظاهر میشه. مصدق تنها سکوت کرده. دو بعد از شکست کودتای اول اگر میخواست میتونست در همون روز تومار نظام سلطنتی در ایران برای همیشه در هم بپیچه، اما چنین کاری نکرد. مصدق یک به خوب یا بد، به درست یا غلط، بحث قضاوت اینجا بحث ارزش گذاری اصلا مطرح نیست، بحث قضاوت تاریخیه، بحث تصویر صحیح تاریخیه. مصدق یک مشروطه خواه بود که تا پایان هم بر مشروطه، بر این آرمانش استوار موند و شاید هم اشتباهش همین بود. نکته بعدی اونجا یه نکته دارید بفهمید، حس کردم چیزی دارید. میلاد جان ببخشید، البته تقصیر من بود، من یه کار اشتباهی کردم، اومدم وسط حرفت، از همون لحظه که دفعه کیفیت صدا و تصویر اومد پایین. من پیشنهاد میکنم که اینو الان اون ضبط رو بزن سیوش بکن، خب بریم لایو بعدی که دوباره کیفیت تصویر بیاد بالا. بسیار بسیار